سلام رفیق، میفهمی چرا زیادتر فروشنده ها شکست میخورن؟ چون فقط حرف میزنن، فقط میخوان بفروشن بدون این که بفهمن مشتری چی میخواه. مشتری پشت کسی است که اول گپش گوش بده بعد کمکش بکنه. فروش یعنی حل مشکل، نه فقط گرفتن پیسه، گرفتن پول، بندازی شهر رقم گرفتی. تو خود تجربه داری که کسی یک چیز برات فروخته که اصلاً به کارت نمی آید، اصلاً به دردت نمی خوره، یا برعکس فروشنده بودی که حس خوب به مشتری داده باشی؟ در کامنت ها بگو.